محققانشون اعتراف میکنند که اگر روش نقدی اهل سنت را، منهج نقدی محدثین رو در سبک سنگین کردن، در تصحیح و تضعیف کردن به کار ببرن، از دین شیعه چیزی نمیمونه. عالم اثناعشری یوسف بهرانی در قرن 12 میگه که ما واجب این روایت هایی که اومده همچنان که متقدمان ما بودن، این روایت ها رو همه رو یه جا قبول کنیم یا اینکه یه دینی غیر از دین شیعه جستجو کنیم. این همون روشی است که اخباریه به کار میبرن، بخصوص پیروان و درندگان شیرازی به کار میبرن، استبل اهل بیت به کار میبره. اندک اختلافی با استبل ولایت داره در همین نقطه که این هم از هلی به بعد از اهل سنت تقلید کردن. میگه با دینی غیر از این دین، شریعتی غیر از این شریعت با جستجو کرد، بلکه تا شما اینا رو غربال کنی چیزی نمیمونه. حضرت ابراهیم علیه و نبی السلام در آتش انداخته شد. اینا انبیان اون موقع این مصیبت ها بر سرشون میاد، یعنی گناه کردن؟ نه، طلا رو آب دیده میکنن. آهن پوشیده رو کسی تو کوره نمیندازه که بگو دازدش. وقتی در آتش انداختنش، خداوند به آتش دستور میده قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، بر ابراهیم سردی و سلامتی باش. مفسران میگن که اگه خداوند میفرمود که بردن، فقط کونی بردن، فقط سرد باش، از شدت سرما میمرد. لیکن فرمود سردی و سلامتی باش براش. خب خدا همین خدایه، اله همین الهه، در هر زمانی موجوده. لیکن بیا همچین ایمانی پیدا کنید. اگر چنین ایمانی پیدا کردید، همچنین حفظی، همچنین رعایتی رو از طرف خداوند خواهید دید. حضرت یونس علیه و نبی السلام به داخل شکم ماهی گرفتار میشه. تاریکتر از اونجا کجاست؟ تاریکی شکم ماهی نهنگ، تاریکی دریا وحشتناکه، و تاریکی شب. الان مصیبت بیشتر از این میتونی پیدا کنی؟ مصیبت پشت مصیبت. یک ذره هم امید فرج نیست. یعقوب علیه السلام صبر جمیل داره و میفرماد که انما اشکو بثی و حزنی الی الله. من غم و اندوهم رو فقط به خدا شکوه میکنم، پیش خدا میبرم. پس فرق این که انسان به خدا شکوه کنه، این که از خدا شکوه بکنه. ولذا یعقوب علیه السلام میفرماد که فصبر جمیل، بعد از اون والله المستعان علی ما تصفون، و پناه بر خدا اونچه که شما ازش حرف میزنید. و گویا که صبر جمیل بر انسان شاقه، سخته، بر نفس سخته. و یعقوب چطور باور کنه که دلبندشو کشتن، اونم فرزندانش؟ چطوری اینو باور کنه؟ چطوری دروغشونو باور کنه؟ چطوری با خود همین فرزندان که فرزندشند به هر حال موضع بگیره؟ اگه پافشاری کنه که شما دروغ میگید، باز اینا فرزندانشند. باز جز صبر راهی نداره.
چنین موضوعی واقعا هم سخته. یعنی چنین موضوعی از زهر خوردن سختره. آدم دشمنی رو از دور انتظار داره، از دشمن، لیکن از فرزند، از برادر، از دوست، از رفیق، شمشیر نزدیک سخت‌تر و تلختره، برنده تره. و برای که کسی چنین موضوعی داشته باشه، خب یا باید موضوع سخت بگیره، شدت عمل به خرج بده، یا مهربان باشه. دوتا رو جمع کنه خیلی سخته در چنین حالتی. ولذا در چنین حالتی انسان جز پناه بردن به خدا راهی نداره. و رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام وقتی چیزی او را غمگین میکرد، اندوهگین میشد، به نماز پناه میبرد و یعنی چیزی که از اسباب و قوانین بشری خارج می بود، به سوی مسبب الاسباب می رفت. مسبب اعلی خداونده. ولذا یعقوب علیه السلام میگه که والله المستعان علی ما تصفون، پناه بر خدا اون چه که شما میگویید. تصفون یعنی چی؟ یعنی که شما میگید حقیقت نیست، شما چیزی میگید که واقعیت نداره، واقعیت چیز دیگری است. بعضی از مردم کمترین مصیبت بهشون برسه دنیا رو پر از داد و فریاد میکنن، هر که رو ببینن در دل میکنن، از زمین و زمان شکایت میکنه، از درآمد کم شکایت میکنه. این کارا نادرسته. و صبر جمیل، انسان باید به درستی صبر کنه. اذا احب الله عبدا ابتلاه، خداوند وقتی بنده ای رو دوست داشته باشه مبتلاش میکنه. خب اگه صبر کرد اشتباه برش میگذینه، درجه بالاتر میبردش. و اگر شکر کرد غنیش میکنه. اما اگر بنده رو دوست نداشته باشه حال خودش رهاش میکنه. ولذا مؤمنان رو میبینی که بیشتر مورد ابتلاان. هرچه ایمان قوی تر باشه ابتلاش هم قوی تره. به عنوان مثال شما از یک کودک تو خیابان میبینید که سخن زشتی میگه، نگاه میکنی بهش اهمیت نمیدی، به خودت میگی به من چی؟ بچه مردمه، به من چی؟ اما اگه نگاه کردی دیدی این فرزنده، چیکار میکنید؟ به شدت ادبش میکنید، تربیتش میکنید. چرا فحش میدید؟ چرا این حرفا رو میزنید تو خیابان؟ چرا بی تربیتی نشون میدید؟ چرا این کارو میکنید؟ پسر مردم رو رها کردید، هیچ چی بهش نگفتید. پسر خودتو چه بسا بزنید، تنبیهش کنید، تربیتش کنید. چرا؟ چون که این شدت دوستی شما رو به اون میرسونه، شدت حرص تو به اون میرسونه. ولذا کسی رو که خداوند دوست داشته باشه معالجهش میکنه. اگر خداوند انسانی رو دوست داشته باشه زودتر مؤاخذش میکنه، علاجش میکنه در همین دنیا. خداوند فرمود والله علیم بما یعملون، خداوند به آنچه که اینا عمل میکنن آگاهه.
لیکن نکات مهمی در این آیه وجود داره. در این شبهای تلخ و در این تنهایی یوسف علیه و نبی الصلاة والسلام در تاریکی یک چاه به چی مشغوله؟ اگرچه وحی آسمانی که بهش اومده دلگرم شده، تحمل میکنه، لیکن باز انسانه، ته چاه ناگواره. یه تاکسیلولی که چاه بدتر از تاکسیلولیه، بر تاکسیلولی نگهبان داره، شما بر هر حال به نحوی از آنها با یک انسان در ارتباطی، اما اینجا در یک چاه چقدر تاریک، از هیچ طرفی صدایی نمیاد. آیا این شبهای غم‌انگیز که درش هست کی به پایان میرسه؟ چند شب و روز در ته چاه میمونه؟ 3 روز تا 7 روز، هر دوتا رو نوشتن، ولی خودش که نمیدونه، خودش غیب نمیدونه. در اینجا هم دادرسی جز خداوند نداره. اون موقع این وحی قرآنی رو که قرآن اگر نمیگفت ما مکلف باور کردنش نمیبودیم، چون این وحی قرآنی رو با چفوندن یک کلفت زاده‌ای که اسمشو امام قرآن و کران و امام زمان گذاشتن، آیا چیزی جز فریب، جز مکر، جز تزویه، جز آمفریبیه؟ اینو با اون قیاس کردن. لیکن دکان مدعیان تشیع که اسلام با این فریب ها و با این دروغ ها آلوده کردن، بر مبنای همین اکاذیبه. این اکاذیب ازش بگیرید اسلام میمونه و بس. قافله هم کاملا که سر چاه نمیره، یه نفر رو میفرسته، یه سقا رو میفرسته تا آب بیاره. سقا رفته تا آب بیاره بر دیگران، دلو انداخته، به ریسمان دلو یه چیزی چسبیده، تا دل رسیده به نزدیک یوسف فوری چنگش زد، یعنی به اسباب چنگ زد. نگفت که من میبینم حجی مجیلا کرجی پدر من پیغمبر منو نجات میده، چون این حماقتی رو فقط امام پرستان انجام میدن. با همین حماقت صدها هزار نفر رو به کشتن دادن که آقا امام زمان، امام قرآن و کران سوار اسب، سوار خره، اینجا ظاهر میشه اونجا ظاهر. اینجوری مردم رو میفریفتن. و تشیع عموما از ابتدا تا انتهاش فریب و مکر و نیرنگه، مثل همه مذاهب غالیه، مثل همه مذاهب افراطی. بس یوسف به انتظار معجزه ننشست که پدرم فوت کنه من از چاه میاره بیرون. پدرش پیغمبره، با فوت فرزندشو نمیتونه بیاره بیرون. اون موقع امام هایی که نه پیغمبر بودن، نه وحی بهشون اومده، با همه دروغ هایی که شیعیان براشون درست کردن، مالک امر خودشون هم نبودن. اون موقع مریض که بعد که مردند دواخانه شدن، شفاخانه شدن، یا همچون مشایخ دروغی شیعه صوفیان دروغی راستی هیچ کسی شفا نمیده جز خداوند. و جاءت سیاره، یک کاروان اومد. فارسلوا واردهم، پس سقاشونو برای آوردن آب سر چاه فرستادن. فادرا دلوه، چون دلوشو انداخت، قال یا بشرا هذا غلام، گفت مژده این غلامی است. و اسروه بضاعه، و او را به عنوان یک کالا، به عنوان یک به اصطلاح قاچاق پنهان کردند. والله علیم و بما یعملون، و خداوند به کردارشون آگاه بود، دانا بود. یعنی چی؟ یعنی غیر از خدا کسی آگاهی نداره؟ غیر از اونی خودشون اونجا حاضر بودن؟ این آیه مثل تک تک آیات قرآن همه غلوها و افراطهای گمراهان مدعی تشیع از خمینی تا کلینی را چنان می سوزد که مسیح پرستی و عزیر پرستی و بقیه غلو و افراط ها را می سوزد. ولذا چون این کتاب شرک سوزه، غلو سوزه، افراط سوزه، باطل سوزه، دادنش به یک باطل دیگری به نام امام قرآن و کران که با خودش اینو بدوزه ببره، این یه سلسش هم که مونده قابل فهم نیست. یا درستش کن.
اگه این مکر نیست، توطئه نیست، دجال بازی نیست که از خمینی تا کلینی این ادعا را میکنن، پس چیه؟ مرتضی آملی میگه که مرتضی آملی معاصر البته، اگر فقط به احادیث صحیح اکتفا کنیم انسان باید ساکت باشه و در خونش بشینه، بلکه جز اندکی چیزی به دستش نمیاد. اینو مرجعیة المحرة و غوار التغییر از شاخوری صفحه 115 نقل میکنه از مرتضی آملی 1:27. خب چون این اعترافات سختی چی رو نشون میده؟ نشون میده که این مذهب هنوز غربال نشده. اون چه از تناقض ها، ضد عقل ها، ضد قرآن ها، ضد فطرت ها در این اندیشه میبینیم، نتیجهش اینه، یا نتیجه این موضوع دومه که این مذهب تنقیح نشده، مثل بقیه مذهب اسلامی به مرحله تکامل نرسیده و مراجعش هم نمیذارن برسه، برای هر کسی برای خودش دکون باز کرده. بلکه بانده سیاسی هن، بانده دینی نیستن، بانده سیاسی هن که دین رو علیه دست خود قرار دادن. وقتی که به اعتراف خودشون اگر منهج علمی حدیث شناسی در کتب شیعه صورت بگیره، چیزی ازشون نمیمونه و باید برن دنبال دین دیگری بگردن، پس اون چی که در دستشونه باطله، برای که هم ضد قرآنه و هم ضد جمهور مسلمانانه و هم ضد عقله. یهودا به عادت هر روزش میره سر چاه، جستجو میکنه از یوسف، اونو پیدا نمیکنه. یه کاروان در کنار چاه میبینه، میره به سوی کاروان، از یوسف پرسجو میکنه، پیداش میکنه. این خبر رو فوری برادرانش میرسونه که بیایید الان وقت تبعید یوسف فرا رسیده، وسایلش هم فراهم شده. برادرانش بعد از شنیدن این خبر فوری خودشونو میرسونن به کاروان، میگن که این طفل گریزپا غلامزاده ماست، این بد اخلاق فراریه، این طفل از دست ما فرار کرده، در چاه پنهان شده، ما حاضریم اینو به هر قیمتی که شده با شما بفروشیم. چطور؟ برای که اینا ترسیده بودن برادرانش که مبادا یوسف خودشو معرفی کنه و مالک ابن زور رئیس قافله اونو بازگردونه به پدرش و اینا موقع روسیا بشن پیش پدرشون و پیش مردم، و لذا بسیار مراقب بودن. وقتی که یوسف دست کاروانه، فوری خودشون به کاروان رسوندن. خب با اون سابقه‌ای که فرزندان یعقوب در این سرزمین داشتن، خوشنام بودن، هیچ کس احتمال اینو نمیداد که فرزندان یک پیغمبر، به اصطلاح امروز فرزندان یک روحانی بلا تشبیه البته، دروغ بگه. همچنان که بنی صدر احتمال نمیداد که خمینی دروغ بگه، ایرانیان احتمال نمیدادن، به خصوص شیعیان، که خمینی دروغ بگه. روحانیاتشون دروغگوترین افراد در میان و ورزه کسی اونها را به چنین خیانت متهم نمی‌کرد، ولی خوشنام بودن. لذا با عجله اومدن اگه یوسف یه اظهاری بکنه، چیزی بگه، دست جمعی تکذیبش کنن، به هر وضعی شده اونو به عنوان یه برده بفروشن. و قبلا هم همونطور که عرض شد تهدیدش کرده بودن، همونجا جلوشون با عبری. اونا عبری نمیدونستن، اونا کاروان مصر بودن، در راه مصر دارن میرن.
موضوع امروز برتری شیخین، برتری به قول علی دو شیخ اسلام، دو شیخ الاسلام از بقیه امت، از آن جمله از خود علی علیه السلام به زبان خود علی. ببینیم علی چی میگوید و علی پرستان افراطی که علی را ابزار دنیای خود قرار داده اند چه میگویند. همان باندهایی که میخواستند از علی سوء استفاده بکنند، شایعه هایی رو در زمان علی یا در واقع توطئه هایی رو بر ضد دو یارغار پیغمبر، دو شیخ الاسلام اسلام ابو بکر و عمر، امیر المؤمنین ابو بکر و امیر المؤمنین عمر پراکنده می‌شدند. ولیکن این شایعات، این توطئه ها سبکتر از توطئه قبلی بود که دیروز عرض کردم که اون بدگویی از اونها بود. ولی با این حال علی ساکت ننشست، از دره عمر به قول زندیق ها نمی ترسید، بلکه با تمام تصمیم و قاطعیت در مقابل این شایعه ها که علی را برتر از ابوبکر عمر می دونستند، اینجا و اونجا بین باندهای خود رواج می دادن موضع گرفت و حتی کسانی را که خود علی را از ابوبکر عمر برتر می دونستند تهدید کرد و اونو تهدیدش هم این بود که کسی که چنین کاری بکند افترا می زند و باید حد افترا برش جاری بگردد. این علیه، علی تاریخ اینه. علی پرستان یه بت دیگریه، خود تراشیدن، هر روز به شکل بت عیاری در میاد، یه روز آسمان پف کنه باد میبرشون، یه روز از ترس از خونهش نمیاد بیرون، دنده خانمش را میشکنن، میترسه، نمیتونه حرف بزنه. درست شخصیت خود آخونده رو داره. زمان شاه چقدر ذلیل بودن و الان چقدر فرعون، در مقابل قدرت چقدر خارند و ذلیل و در وقتی قدرت به دستشون میاد چقدر پستند و حقیر. و روایت ها در این مورد خیلی زیاده، بیشتر از 20 روایت در این مورد هست. از عامر شعبی روایته که ابو جحیفه میگوید که من پیش علی رفتم، گفتم ای علی، بهترین فرد بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کیست؟ علی فرمود آرام باش ای ابو جحیفه، من بهت خبر میدم، آگاهت میکنم که بهترین فرد بعد از پیامبر کیست؟ ابو بکر و عمر. ای ابو جحیفه، بدان که لا یجتمع حبی و بغض ابو بکر، محبت من و بغض ابو بکر و عمر، ببخشید هر دو هستش، در قلب یک مؤمن جمع نمیشه. این همون علی است که پیغمبر تربیتش کرده، نه علی که چاهای دامغان و سردابها و سرادیبها لازم بعدها تراشیدند و لازمش دارن. علی که پیغمبر تربیتش کرده ضمن یکی دیگر از شاگردانش اینه. ویحک ابا جحیفه، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، در قلب یک مؤمن حب من و بغض ابو بکر و عمر جمع نمیشه. خب این نشون میده که
مدعیان تشیعش مؤمن نیستن به زبان علی. در یک لفظ دیگر میگه ای ابو جحیفه، من به تو رو آگاه کنم از بهترین فرد این امت بعد از پیامبرش؟ گفتم بله. گفت که خود ابو جحیفه میگه که من کسی او برتر از علی رو نمیدیدم. علی فرمود افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و بعد ابو بکر عمر و بعدهما آخر ثالث ولم يسميه. بهترین فرد این امت بعد از پیامبرش ابو بکر، بعد از ابو بکر عمر، و سومی که ذکرش نکرد بلکه بعد از کشتن عثمان اومده بیرون، وقت فتنه، و بعدا در روایت دیگه ذکرش میکنه. ابراهیم نخعی میگه که القمه بن قیس این منبر رو درست کرد. گفت که علی بر این منبر ایستاد، حمد خدا کرد و ذکر خدا کرد آنچنان که شایسته. سپس فرمود الا انه بلغني اناسا يفضلوني على ابي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت ولكني أكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري إن خير الناس بعد رسول الله ابو بکر ثم عمر. این روایت ها ائتلاف و انسجام میاره، منطقیه، هم با تاریخ اسلام هم با عقیده اسلامی. روایت هایی که علی پرستان تراشیدند بغض و کینه و دشمنی میاره، همچنان که الان وجود داره. ابراهیم نخعی میگه که القمه بن قیس که این منبر رو درست کرد گفت که علی فرموده بر این منبر خطبه خونده و فرموده که من شنیدم که افرادی مرا بر ابو بکر و عمر ترجیح میدن، مرا بهتر میدونن، منو از اونا بهتر میدونن. اگر کسی پیش من آورده بشه مؤاخذه‌اش میکنم، ولیکن من کراهت دارم قبل از اینکه کسی به محکمه آورده بشه معاقبهش کنم. اگر کسی چنین چیزی گفته مفتریه، یعنی به زبان علی پرستان امروز، مدعیان تشیع امروز که علی را بر ابو بکر و عمر برتر بدونن مفتریند، نه اینکه فوش بدن، فقط برتر بدونن. شیعه منصف خودت قضاوت کن. علیه ما علی المفتری، کسی که مرا برتر بدوند مفتری است، افترا زده و حقش هم حق افتراه. بیدار باشید، الا بیدار باشید که بهترین فرد بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابو بکر، بعد از اون عمر. و اسناد این حدیث هم صحیحه. امام احمد در مسند خودش به شماره 835 هم اونو نقل میکنه که به تحقیق شیخ شعیب ارنوط و عادل مرشد. روایت دیگه میاره از حکم بن حجل، میگه که من از علی شنیدم که کسی مرا بر ابو بکر و عمر ترجیح دهد بر او حد افترا جاری میکنم.
آیا این دلیل انصاف علی نیست؟ دلیل عقلش نیست؟ دلیل تواضعش نیست؟ امیرالمؤمنین علی که تاریخ میشناسه و شاگرد پیغمبره اینه، نه اونی که آخوند چاه دامغانی و چاه سردابی درست کرده، نه اونی که آخوند بشکه‌ای درست کرده، نه اون که آخوند رافضی درست کرده. اون یک نمایشنامه برای فریب مردم و برای بازی با دینشون. از محمد ابن حنفیه پسر علی روایته که من به پدرم گفتم که بعد از پیامبر چه کسی بهترین فرده؟ گفت ابوبکر. گفتم بعدش چی؟ گفت بعد عمر. محمد ابن حنفی میگه من به سرعت گفتم که فخدا نسلوف یخبرون بغیره، من ترسیدم که اگه سوال کنم اسم شخص دیگری رو ببره. گفتم که خودت. گفت نه، انا رجل من المسلمین، من یکی از مسلمانان هستم. علی خودستا نبود، خودپرست نبود. اینا که میگن علی، این همه تعریف از زبان علی در میارن، دروغ میگویند. و این هم تاریخ دمشق جلد 30 صفحه 347 تا 350 نقل میکنه. علی می‌فرماید که بر منبر کوفه، بر منبر یاد رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرد. فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبض روح شد و ابوبکر جانشینش شد. فعمل بعمله و سار بسیرته، و عمل پیغمبر عمل کرد و به سیره پیغمبر رفت. حتی قبضه الله علی ذلك، تا اینکه خداوند بر همین راهی که بود او را قبض روح کرد، یعنی منحرف نشد. علی راست میگوید یا علی پرستان یا باندهای دروغگویی که علی را خدا کرده اند و به نام علی دین خدا را ویران کرده اند که راست میگوید. دوباره ثم استخلف عمر، بعد از اون عمر جانشین شد. فعمل بعملهما، با عملشون عمل کرد. یعنی عمر به سیره پیامبر و ابوبکر رفت تا اینکه خداوند او را قبض روح کرد. ابن عساکر در بیشتر از 20 طریق اینو نقل میکنه. مسند امام احمد جلد 1 صفحه 128 هم نقلش میکنه. تاریخ دمشق جلد 30 صفحه 359 تا 369. یزید بن عبدالله الطبری از پدرش، از جدش نقل میکنه که میگه من علی ابن ابی طالب را بر منبر کوفه دیدم که میگفت به خدا قسم من این مسئولیت از گردن خودم بر میدارم و به گردن شما میذارم. آگاه باشید که بهترین فرد این امت
بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق، بعد عمر، بعد عثمان، بعدش من خودم هستم. ما قلت ذلك من قبل نفسی، من این از طرف خودم نمیگویم. این علیه. قیس خارفی نقل میکنه که میگه من از علی بر منبر شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سبقت گرفت، ابوبکر نماز خوند، بعد از اون عمر سومی شد، بعد از اون ما به فتنه ها مبتلا شدیم. از در روایت شروح قاضی هستش که من از علی شنیدم که میفرمود بهترین فرد این امت بر سر منبر میگفت که بعد از پیامبرش ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد خودم هستم، که رضوان خداوند بر همه باد. از اونجا که مدعیان روحانیت، روحانی نمایان، ولایت بازان، دکانداران دین به خاطر این اندیشه هاست که بعضی از مردم کشور ما را استحمار کرده اند و استحماق کرده اند و فیلم های متعددی که در جلسات گذشته خدمتتون نشون دادم که در دنیا هیچ ملت دیگر به این شکل استحماق و استحمار نمی شود. چرا ملت ما همچنان درگیر این خرافات و لذا بی مناسبت نیست؟ بعد از اینکه اصل ولایت را نشون دادیم که تمام اندیشه هایی که ازش متفرع میشه، تمام اصول و فروعی رو که ازش کشاندن، استخراج کردن، هیچ ربطی به قرآن نداره، هیچ ربطی به آل بیت نداره و نداشته، بلکه خیلی واضح با سند، با مدرک، با کتاب، با ارقام صفحه، با اسم کتب، با اسم خاخام هایی که اونها رو وارد دین کردن، با همه اینها نشون داده شد که این ولایت بازی از کجا سرایت کرد، چطور در دین بنی اسرائیل آلت دست بعضی از سیاستمداران قرار گرفت و چطور در دین ما همون سیاستمداران عیناً همون نقشه رو اجرا کردن. اگر این همه سند و مدرک بر کسی کافی نباشه، شاید به قول مثل معروف عربی تحت الارض بطن الارض خیر له من ظهره، زیر زمین براش از روی زمین بهتر باشه.